دادگاه اقتصادی دوشنبه کارخانه دولتی توجیکترانسگز را موظف کرده است تا 10 میلیون سامانی قرضی از دولت گرفته‌اش را با جریمه‌اش برگرداند. توجیکترانسگز میگوید حکم سود اقتصادی دوشنبه را در مورد پرداخت مبلغ قرض قبول دارد، اما به قرار پرداخت فایزهای عهدشکنی در حجم تا 6 میلیون سامانی راضی نیست. سال 2013 مسئله درجه نگهداری قرار داشتن جسیکا توجیکترانسگز را با اینوبت نگرفته است. شعبه حقوق جسیکا توجیکترانسگز تصمیم گرفته است که نسبت به فایزهای حساب کرده شده مبلغ‌های جریمه از روی سود تصمیم گرفته است که شکایت برد. سال 2011 حکومت برای تامین نمودن شهر دوشنبه و کارخانه‌های صنعتی به گاز ازبکستان به جمعیت سهامی توجیکترانسگز 10 میلیون سامانی جدا کرد. برای تعیینات کارخانه عظیم از آن جمله کارخانه لال، شرکت آلومینی توجیک و دیگر کارخانه‌های عظیم. ولی اونها پرداخت نکردند. ولی متاسفانه بعضی کارخانه‌های عظیم از آن جمله به مانند لال شهر خوجند تا هنوز از ما زیاده از 6 میلیون سامانی قرضدار است و این مبلغ‌ها از همون مبلغ‌هایی که 10 میلیون طبق سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان جسیکا توجیکترانسگز قرض گرفته بود فرا می‌گیرند. عالم جان رحیموف گفت کارخانه شیشه براری لعل مفلس شده است و فعلا با آنها بحث سودی دارند. در توجیکترانسگز اینچنین بر رادیو آزادی گفتند که مذاکرات خود را با ازبکترانسگز آغاز کردند. امکانیت واردات گاز طبیعی به تاجیکستان در سال 2018 فراهم آمده است. امروز در مرحله حجم واردات و نرخ آن ما گفت و شنید رو ادامه داریم. موردی به موافقه رسیدن دوباره برقرار کردن انتقال گاز طبیعی وارداتی به جمهوری تاجیکستان هست. به قول مسئولین توجیکترانسگز با پیدا شدن این سرچشمه درآمد پرداخت 10 میلیون قرض وزارت مالیه تاجیکستان امکان پذیر می شود. حالا قبرهای انتقال گاز را مرحله به مرحله برقرار می کنند و در مرحله اول آوردن گاز به کارخانه های عظیم صنعتی را به نقشه دارند. بزرگترین شرکت نوری های آسیا هستند، شرکت ازوتی وخش. در آنجا هم بعضی کارهای آماده باشی ادامه دارند، یعنی حدود 56 کیلومتر ما باید لوله‌های گازی نو گذرانیم تا توانیم که شرکت رو با گاز طبیعی تامین کنیم. تا سال 2013 شرکت توجیکترانسگز از 200 تا 600 میلیون کوبمتر گاز طبیعی را به تاجیکستان انتقال میداد، در شمول خریداران اصلی آن کارخانه آلومینی تاجیکستان و زواد سمنت شهر دوشنبه بودند. قرضدهی وزارت مالیه تاجیکستان به شرکت‌های تجارتی بعد قضیه امید 88 وردی زبان‌ها شد و حالا برآمدن اطلاع درباره قرض چند میلیونه که باز هم در آن نام این وزارت ذکر می‌یابد به قول تحلیلگران مایه نگرانی هم هست. معما است، چون که طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان بگیم جمعیت دارایش محدود در شکل این چون جمعیت‌ها میتونن تنها با واسطه بانک‌ها قرض گیرند. لیکن ما در شاهد آن گشتیم آن روی راست از مبلغ‌ها را از بگیم وزارت مالیه میگیرند. آیا وزارت مالیه چون این صلاحیت را دارد؟ این سوال به خود وزارت مالیه گذاشته میشه.